آقای قاضی جون مادر جون هر کی دوست داری طلاق منو بگیر، من دیگه با این مرد نمیتونم زندگی کنم. آبرومون همه جا برده. نگو درد نگو. خواهرمون مشکل شما چیه که میخواین طلاق بگیرین؟ آقای قاضی نمیتونم بگم دلیلشو، شرم دارم. خواهرمون ما قاضی ما باید بدونم تو بری چی میخوای طلاق بگیری؟ روم نمیشه. بگو تو گوشم بگو. گوشو در. عزیزتون نگیا. آقا موگوزه کیه دیدی بره گفت طلاق بگیره؟ پدر مادرتو بیامرز آقای قاضی. به خدا ببین تو بادمنده نداری؟ مامانت نداره؟ بابات نداره؟ داداشت ببین تو نمیدونی، من میدونم چه بادمنده هایی داره. نه نداره. ببند دهنت گوزم بدی طلبکار هستی؟ خانم محترم شما نگاه کن، بادی بود و راهی داشت، میگه با شما کاری داشت. آقای قاضی باد میده ها، انگار سگ مرده توی معده. خب حالا نمیخواد دست گوزه رو برام تعریف کنی. من دیگه نمیتونم